رضا میگه داشتم تو صحنه‌ها مسئولیتمو انجام میدادم که دیدم بیسیمم صدا کرد برید سمت صحن انقلاب، انگار داره صحن بسته میشه، اتفاقی افتاده. گفت دویدم دیدم چند تا دیگه از خدام دارن میدونن، اما رسیدیم به صحن دیدیم صحن مملو از جمعیت داره بسته میشه. مردمو شکافتیم رفتیم تا نزدیک پنجره فولاد، دیدم یه مردی بچه 3-4-5 ساله دختری رو بغلش کرده، مرده داره گریه میکنه، پیرن بچه رو مردم تیکه پاره کردن، پیرن پدرن همینجوری دورش سریع حلقه بستیم جداش کردیم از جمعیت با خیلی سختی و فشار، اما مردم نمیذاشتن. دیدم خود این مردم هم گریه میکنه هم برمیگرده. گفتم آقا خیره چی شده؟ گفت بچه‌م نابینا بود، کور مادرزاد داره میبینه، میگه اینجا حرم امام رضاست. گفتم الهی شد الان بیا حرکت کن، فقط تو جمعیت گیر نکنی. اما دیدم راه نمیره. گفتم آقا راه برو، جمعیت رو نمیبینی؟ گفت یه لحظه. گفتم چی یه لحظه چی؟ برگشتم تو گنبد دیدم داره گریه میکنه، با لهجه یه حرفی رو میزنه. گفتم آقا راه بیفت، الان اینجا بسته میشه، حرکتمون سخت میشه. گفت حاجی بچه‌ام دو قلوان. گفتم خب یعنی چی؟ گفت یعنی جفتیشون نابینا. سوانه کنی آقا. گفتم چی میگی؟ گفت ما 2-3 روز اومدیم مشهد، هر روز با خانومم جفت بچه‌ها رو با هم میاریم. امروز بزنم گفتم بابا سخت تو بچه نابینا رو بزن، من صبح اینو میبرم بعد تو اونو بیار با خودت، اینجوری مشکله برامون، یه وقت احتیاج به چیزی پیدا میکنن. گفت باشه. گفتم خب حالا داریم تو جمعیت جداش می‌کنیم. گفت با چه رویی برگردم؟ اینا با هم خواهرن، به هم چی میگن؟ میگه امام رضا فقط منو دوست داشت. گفت حالم خراب شده بود، تو دلم انقلاب شده بود، اما باید کارمو انجام میدادم. گفتم خیره انشالله. همینجا حرکت کردیم، آوردم تو دفتر خدام، کاراشو انجام دادیم، کار اداری داشت. 1-2 ساعتی اونجا بود، جمعیت که رفت خلوت شد، مردم رها نمیکردن پشت درها رو. یه ماشین دادن، گفتم با یکی از 2 تا خدام مشایعتش کنید محل اسکانش. گفتم جا تو بلدی؟ گفت آره ما 3-4 روز اینجاییم، اینم آدرسش تو خیابون تهرانیم. گفتم نداره من خیابونای اصلی رو میرم، فرعیشو بلدی؟ گفت آره آقا با خودمون پیاده میریم میام، خیلی دور نیست، پشت بازار رضاست مثلا. میگم اومدیم تو خیابون تهران، گشتیم خیابون اصلی، رفتم یه کوچه رو نشون داد، گفت برو پیش تو این کوچه، مسافرخونه‌مون تنگ کوچه. میگم پیچیدم دیدم تو کوچه ازدحام جمعیته، درو باز کرد، گفت واسید آقا، پیاده شد با بچه شروع کرد به دویدن. خادم میگه منم دنبالش دویدم، به مردم گفتم چه خبره اینجا؟ گفتن نمیدونیم، میگن امام رضا بچه نابینا رو تو مسافرخونه شفا داده. یعنی اگه غیر از این باشه باید شک کنی. اصلا بلد نیست به کسی نه بگه. به ما نگاه بینداز که چشم سلطان هم گهی به روی غلام سیاه